بعد مدت 40 شبانه روز این همه جمعیت اومدن. این مردم بزرگوار شما را تنها نگذاشتن. این مردم دست دست آمدن به عزیزان داغ دیدش به سر سلامت گفتن. من دیدم امروزم کنار محمود بودن، دلداری میدادن با محمود. یقینا عین 40 شبانه روز قبل وقتی بدن نازنین مادر زهرای پیروی رو بردن، یکی صدا میزد به عزت و شرف لا اله الا الله. یکی صدا میزد مادر چطور دلت اومد رفتی و ما رو تنها گذاشتی مادر. یکی صدا میزد مامان زهرا جان اگه یه روزی حرفی به تو زدم این دلت درد آوردم، دیگه از من راضی باش، دیگه منو حلال کن مادر، دیگه دیدار ما به روز قیامت افتاد. یکی هم از عقب تابوت صدا میزد یه مقدار بدن مادرم را آرام‌تر ببرید. آخه این مادر من رنج دوران کشیده، آخه این مادر من داغ ناصر جان رو دیده، داغ فرزند دیده. یه مقدار بدن مادرم رو آرامتر ببرید. آوردین بدن مادر رو با عزت و احترام در این قبرستان به خاک سپردین. کسی نبود به شما بی احترامی کنه، کسی به شما اهانت نکرد، کسی به شما نگفت محمود بلند گریه نکنید. اما آی مردم بزرگوار جاتون خالی